توی این ویدیو میخوایم بریم سراغ بازیگران ترک که مانع دیده شدن و کار کردن همسرشون میشن و بسیار حسود هستن و میشه گفت یه جورایی همسرشون رو توی خونه حبس میکنن. اگر به سریال های ترکیه‌ای و بازیگران ترک علاقه‌مندید عضو کانال بشید تا ویدیوهای بعدی رو از دست ندید. با آرشیو همراه باشید. شماره 10 کادیر دوولو، بازیگر 42 ساله ترک متولد سال 1982 در مرسین ترکیه به دنیا آمده. کادیر در سال 2010 با سریال اسرار کوچک در نقش علی در قاب تلویزیون ظاهر شد و بعد با مجموعه تلویزیونی 7 کثیف در نقش گونه فامیلی مقابل دوربین رفت. از جمله دیگر سریال های این بازیگر سریال وصلت، سریال سده با شکوکو شمس‌سلطان، سریال گناهان پدرم و سریال فات حربی است. کادی در سال 2016 با نسلیان آتوگل ازدواج کرد و تقریبا همه میدونن که این بازیگر و همسرش نسلیان بسیار حسادت میکنه و اون رو از بازی با بورا کوچیبویت منع کرده، چرا که کادیر زمانی که با نسلیان دوست بود به خاطر حسادت‌های زیادش به زوج همبازی نسلیان بر سر سریال اوکیا چندی بار با بورا کوچیبویت درگیر شد. از طرف دیگه هم طبق ادعاهای گفته شده کادیر بر سر سریال دختر سفیر همزمانی که نسلیان با آن گینی کیوروک همبازی بود مانع ادامه نسلیان توی سریال شده و بیماری نسلیان فقط یک بهونه برای کنارگیری از سریال بوده. شماره 9 کنان میرزالیوغلو، کنان میرزالیوغلو بازیگر مدل سابق ترک متولد سال 1974 و در آنکارا به دنیا آمده. این بازیگر 50 ساله در دوران دانشگاه و به اصرار دوستانش در مسابقات بهترین مدل ترکیه شرکت کرد و در سال 1995 به عنوان بهترین مدل ترکیه انتخاب شد. بعد هم در سال 1997 در مسابقه بهترین مدل جهان شرکت کرد و تونست عنوان بهترین مدل جهان رو نیز از آن خودش کنه. کنان که اولین مرد ترک بود که تونست عنوان بهترین مدل جهان رو به دست بیاره. با کمک کارگردان معروف ترک عثمان سیناف وارد دنیای بازیگری شد. از جمله سریال های مشهور کنان میشه به سریال ایزل اشاره کرد و از دیگر سریال های محبوب این بازیگر میشه از سریال محمد فاتح جهان و سریال کارادایی نام برد. کنان میرزالیوغلو در سال 2016 با بازیگر سینم کوبال ازدواج کرد. این بازیگر هم به همسر بازیگر خودش بسیار حسادت میکنه و ادعا شده بارها بر سر کار کردن سینم کوبال در پشت صحنه فیلم برداری‌ها با هم درگیر شدن و میشه گفت یه جوره مانع کار کردن سینم شد، چرا که آخرین بازی سینم کوبال در سال 2017 در سریال رو در رو بوده که یعنی 1 سال بعد از ازدواجش با کنان. شماره 8 مراد یلدرم، مراد متولد سال 1979 و در قونیه ترکیه به دنیا آمده. این بازیگر فارغ التحصیل رشته مکانیک از دانشگاه یلدیز تکنیکه، اما همزمان با تحصیل در رشته مهندسی در کلاس‌های تئاتر دانشگاه خودش هم شرکت کرده و 3 سال به عنوان بازیگر آماتور به بازی در تئاتر پرداخته. در نهایت هم برای اولین بار با سریال جدا هم بشیم با همیم به دنیای بازیگری قدم گذاشته. از جمله سریال های این بازیگر سریال عشق و جزا، سریال آسی، سریال رامو و سریال تشکیلاته. این بازیگر در سال 2008 با بورچین تزیولو ازدواج کرد، اما در نهایت در سال 2014 از هم جدا شدند. این بازیگر در سال 2008 با بورچین تزیولو ازدواج کرد، اما در نهایت در سال 2014 از هم جدا شدند و بورچین توی یکی از مصاحبه‌هاش به طور غیر مستقیم عنوان کرد که دلیل جدایشون حسادت بیش از حد مراد بوده که مانع اون از بازی توی سریال ها می شده.
شماره 7 آلب نوروز. آلب نوروز متولد سال 1990 و در یک خانواده 4 نفره در استانبول به دنیا آمده و در حال حاضر 34 سالشه. این بازیگر در سال 2009 وقتی فقط 19 سال داشت به خاطر چهره و اندامش وارد عرصه مدلی و تبلیغات مجلات و بیلبوردها شد. در مدتی بعد از مدلینگ به عنوان بازیگر فعالیت خودش را با حضور در دوره‌های آموزش بازیگری شروع کرد. از جمله سریال‌های این بازیگر سریال شعله عشق، سریال فضیلت خانم و دخترانش، سریال دستم را رها نکن و سریال داستان جزیره هست. این بازیگر با آقای چاوشین توران وارد رابطه عاشقانه شد، اما خیلی زود و توی مدت زمان کمتر از 1 ماه این رابطه خیلی بی سر و صدا به اتمام رسید و آیچا عنوان کرده که دلیل این جدایی حسادت‌های آلب بوده. آن نوروز بعد از جدایی از آیچا با سیل ترکوغلو وارد رابطه عاشقانه شد، اما این رابطه هم بعد از گذشت چند ماه تموم شد و دلیل جداییشون این بوده حسادت‌های آلب به خاطر بازی سیلا در سریال شربت زغالخته بوده و بازی با دوکان گونگور. شماره 6 برک اوکتای. برک اوکتای بازیگر 39 ساله ترک و اکثر ما این بازیگر رو با بازی در سریال سی به ممنون میشناسیم، ولی که در سال 2022 با بازیگر محبوب نقش ملحون خاتون در سریال قیام عثمانی یعنی یلیز چاریاتیکسا ازدواج کرد. توی سال 2016 بعد از 6 سال رابطه عاشقانه با وکیلی به نام مرو شرابچیوغلو ازدواج کرده بود، اما این ازدواج جوامی نداشته و توی سال 2018 خبرهای جدایی این زوج شنیده شد که البته سر و صدای زیادی به پا کرد، چرا که مروه توی مصاحبهش گفته برک مدام بهش خیانت میکرده و به دلیل حسادت‌های بی‌موردش و اینکه مدام کتکش میزده تقاضای طلاق کرده. شماره 5 خلیل ابراهیم جیهان. خلیل ابراهیم جیهان متولد سال 1982 و در سیواس ترکیه به دنیا آمده. این بازیگر در سال 2007 جزو مدل‌های برتر ترکیه شد. خلیل در سال 2019 با فیلم زود برمیگردیم پا به دنیای بازیگری گذاشت و با سریال درام روزانه امانت به شهرت رسید و طرفداران زیادی پیدا کرد. سریالی هم که اخیراً در اون در حال نقش آفرینی سریال سبد کثیفه. متاسفانه باید بگیم که خلیل ابراهیم جیهان هم با اینکه هنوز ازدواج نکرده جزو مردان حسود و سختگیره، چرا که توی یکی از مصاحبه‌هاش صراحتاً عنوان کرد که همسر آینده‌اش چه بازیگر باشه و چه نباشه باید بعد از ازدواج به عنوان مادر بچه‌هاش توی خونه بمونه و کار نکنه. شماره 4 اوزجان دنیز. بازیگر ترکیه‌ای، خواننده و فیلمنامه‌نویس اوزجان دنیز متولد سال 1972 و در آلمدو ترکیه به دنیا آمده. این بازیگر محبوب در حال حاضر 52 سالشه. از جمله سریال‌های این بازیگر سریال روز سیاه، سریال عروس استانبول و سریالی که اخیراً در اون در حال نقش آفرینیه سریال غنچه‌های سرخه. این بازیگر 3 بار با کسانی که فاصله سنی زیادی از خودش داشتن ازدواج کرده و هیچ کدوم از همسرانش بازیگر نبودن. گفته میشه که این بازیگر به دلیل حسادت‌های بیش از حدش هیچ وقت با کسی که در حرفه خودش باشه ازدواج نمیکنه و دلیل فاصله سنی زیادش با همسرانش اینه که به خاطر کوچکتر بودن اونها بتونه راحت‌تر کنترلشون کنه. اوزجان دنیز و رابطه‌های عاشقانه‌اش با چاوشین توران و فریا اوجن هم به دلیل همین حسادت‌ها به هم خورد و به ازدواج ختم نشد. شماره 3 ارکان پتکایا. علی کاپیتان سریال محبوب و ماندگار روزگاری. ارکان پتکایا متولد سال 1970 و در ترکیه به دنیا آمده. از جمله سریال‌های این بازیگر محبوب سریال گذر، سریال دیل خانم و سریال اتاق قرمز. این بازیگر هم مرد بسیار حسودیه و وقتی توی سال 2003 با دیدن پتکای ازدواج کرد عنوان کرد که دوست نداره همسرش از اهالی سینما باشه، برای همین هم با کسی که همکارش نیست ازدواج کرد.
شماره 2 کیوانش داتلیتو، سوپر استار ترکی کیوانش داتلیتو، متولد سال 1983 و در آدانه ترکیه به دنیا آمده. از جمله سریال های این بازیگر محبوب سریال عشق ممنوع، سریال سعید و شورا، سریال جسور و زیبا و سریال خانواده هستش. این بازیگر در سال 2016 با طراح مد با شاک دیزر ازدواج کرد و طبق ادعاها همسر این بازیگر بسیار زن حسودیه، به طوری که به خاطر حسادت‌هاش به صحنه‌های عاشقانه کیوانج با توبا بویوکوستون در سریال جسور و زیبا، وقتی که پروژه دیگه به کیوانج برای همبازی شدنش با توبا پیشنهاد می‌شده، کیوانج این پروژه رو رد کرده و گفته شده که با شاک مانع همبازی شدن مجدد کیوانج با توبا بویوکوستون شده. این پروژه هم پروژه سریال عشق سیاه و سفید بوده که اول به کیوانج داتلیتو و توبا بویوکوستون پیشنهاد شده، اما با رد کردن کیوانج داتلیتو پروژه به ابراهیم چلیکول و بیجه آکالای پیشنهاد شده. مورد بعدی بازی مجدد کیوانج با برنسا در پروژه سینمایی آخرین فراخوان برای استانبول بود که صحنه‌های عاشقانه این دو بازیگر باعث دعوای باشاک با کیوانج شد و این دعواها و اختلاف حسابی تیتر شبکه‌های اجتماعی شد. امیدوارم این ویدیو رو دوست داشته باشید. اگر به سریال های ترکی و بازیگران ترک علاقه‌مندید عضو کانال بشید تا ویدیوی بعدی رو از دست ندید. چنل ما که چنل خودتون است رو سابسکرایب کنید. دوستتون دارم. تا ویدیوی بعدی روزگارتون بخیر. تا درود دیگر بدرود.